بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در سلسله برنامه شناخت سیاست اسلامی رسیدیم به سیاست در دوران دو خلیفه اخیر. دوران دو خلیفه اول، ابوبکر صدیق و عمر بن خطاب رضی الله عنهما در جلسه گذشته خواندیم و در این جلسه می‌خوانیم که در دوران دو خلیفه اخیر عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب رضی الله عنه چگونه اینها خلیفه تعیین شدن و چه اعمالی رو انجام دادن و نهایت چه شد. ابتدا یک چیزی که در جلسه گذشته هم تذکر دادم، باز هم قابل تذکر هست، اینو بیان کنم که اساس مسئله تعیین خلیفه در اسلام بر اساس شورا هست و امرهم شورا بینهم. اما اینکه به چی نحوی شورا صورت گرفته در زمان ابوبکر صدیق شما متوجه شدین و توضیح دادم و در زمان به اصطلاح عمر بن خطاب هم همچنین شورا بوده، اما نحوه شورا شکل متفاوتی پیدا کرد، به این معنا که یک نفر ابوبکر صدیق خلیفه قبلی به عنوان کاندید معرفی کرده و نظریات همه را خواسته، به این شکل تعیین شده یک نفر. و در دوران عثمان بن عفان باز این شورا شکل متفاوت تری برای خود گرفته، اما همه در مفهوم شورا داخل بوده، همه مشورت بوده، گفتگو بوده، اما مشورت با اهلش. این بحث انشاءالله باز در آینده من بیشتر برای شما توضیح خواهم داد، بحث تعیین خلیفه که آیا از هر فرد ملت باید که رأی گرفته شود، چه کسی که درک دارد چه کسی که درک ندارد، و بعدا باز نحوه های حکومت داری کلا، چی نحوه های حکومت داری معاصر هست چی در اسلام هست، اینا رو انشاءالله در آینده بررسی خواهیم کرد، روی اینها صحبت خواهیم کرد، اما در حدی که موضوع در این جلسه فعلا ادامه بدیم و توضیح بدیم. میریم خلافت عثمان بن عفان رضی الله عنه را میخوانیم. خب الخلیفة الثالث عثمان بن عفان رضی الله عنه، کیفیت تولیه الخلافه، چگونه به خلافت رسید. آلت الخلافه، خلاصه میگه رسید خلافت به عثمان بن عفان از بین 6 نفر اهل شورا، یعنی عمر بن خطاب زمانی که زخمی شده بود در اخیر عمرشان 6 نفر را تعیین کردند که در بین این 6 نفر از خویشاوندان و از اهل بیت عمر هیچ کس نبود. یعنی مثلا عبدالله ابن عمر فرزند عمر ابن خطاب شخصیت با صلاحیتی بود، یعنی میشد که او هم خلیفه بشه، امکان داشت، ممکن بود، یکی از اصحاب جلیل القدر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و عالم هم بود، اهل فهم و درک بود و در این زمان سن و سال او هم بالا رفته بود، اما عمر بن خطاب اصلا او را تعیین نکرده. او را حق داده در مشوره در نظر دادن، گفت اما او خلیفه شده نمیتونه. 6 نفر را تعیین کرده که گفتیم از لحاظ خویشاوندی هیچ نسبتی به عمر بن خطاب ندارند و این میرسانه که پس مسئله کاملا به خاطر مصلحت بوده و بر اساس شورا بوده. بین این 6 نفر گفت خودتون ببینین که کی را تعیین میکنید. اهل شورا که عمر بن خطاب تعیین کرد عثمان بن عفان بودن، علی بن ابی طالب، عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، طلحه بن عبیدالله، که هر 6 نفر از عشره مبشره از بهترین یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. و تحرج ان یجعلها لواحد من هؤلاء التعیین، این احساس گناه کرد که یک نفر بیاد تعیین کنه، بگیم فقط همین یک فلانی. و قال لا اتحملها هین، گفت من در زندگی نمیتونم بردارم، این بار برای من سنگین است و به مرگم برداشته نمیتونم، تحمل او نمیکنم. و این یرید الله بكم خیرا یجمعکم علی خیر هؤلاء، اگر الله اراده خیرتان را داشته باشد بر بهترین این 6 نفر شما را جمع میکند. جمع میکنن یعنی خود شما انتخاب میکنین دیگه، اجماع میکنید. و هؤلاء السته، این 6 نفر، ببین اینجا یعنی یکی از نوابغ تاریخه، یک مسائل نابغه‌ای تاریخ است، مسائل بسیار عجیبه در تاریخ که ما بعید همچین چیزی دیگه داشته باشیم، خیلی کمه، که بین 6 تا اگر اینا هدف دنیوی می داشتن خب تا درجه آخر میزدن، مثل که امروز ما داریم بعضی افراد وقتی کاندید میشن تا درجه آخر میزنن، آخر که میبینن نمیشه بنابر بعضی از مصلحت هایی که از اون طرف میخوان به دست بیارن میگن برو یه حق میدیم به فلانی، من کنار میرم به نفع فلانی، و هم به خاطر مصلحت های دنیوی که با او ساخت و باخت میکنه، زد و بند میکنه، یک عالم چیز برای خود میگیره یا جرآمد میکنه. اما در اینجا که هست اینها بدون هیچ هدف و مقصد دیگه 3 نفر می اول کنار رفتن به نفع 3 نفر دیگه. یک نفر گفت من حق خودم میدم به فلانی، یکی گفت به فلانی، یکی به فلانی، 3 تا رفتن کنار و 3 تا باقی ماندن.
طلحه و زبیر و سعد رفتن کنار رفتن. بعدا عبدالرحمن ابن عوف هم بین او 3 نفر گفت من هم کنار میرم، اما در بین شما 2 نفر قاضی میشم. به این شرط میرم کنار که بین شما 2 نفر قضاوت بکنم که کی تعیین بشه. باز او هم به اساس حرف خودی کار نکرده، رفت و شروع کرد از مردم پرسیدن. دقیقاً در همون مبنا و اساس شورا شروع کرد از زنها، از مردها، نه به این معنا که آراء جماهیری میکرده که رأی کی بیشتر بشه. بعضی میخوان این داستان بیارن و از این اثبات کنن روش رأیگیری که اروپایی‌ها درست کردن، غربی‌ها، انگلیسی‌ها درست کردن که بله در دموکراسی هست که آرا هر کدام بیشتر بشه، در حالی که عبدالرحمن بن عوف به این شکل نکرده آرا را جمع‌آوری کنه کدام یک بیشتر شده. در کل اینا رو یک به یک پرسیده و دیده که بیشتر مردم میل به طرف عثمان بن عفان رضی الله عنه دارن و با او کسی برابر نمی‌کنن. و چنین نبوده که حتما تمام افراد مردم سوال بکنه، هر فرد را به طور عمومی که تحقیقات انجام داده به این نتیجه رسیده. و انحصر الامر فی عثمان و علی، امر منحصر در عثمان و علی شد و عبدالرحمن قسم خورد که کوشش کند که اولاترینشان را به حق خلیفه کند، تولیه کند. ثم نهض رضی الله عنه یستشیر الناس، بعدا بلند شد شروع کرد به مشورت گرفتن از مردم در مدت 3 شبانه روز. لا یغتمض بکثیر نوم، زیاد چشم خود را برای خواب نمیبست. غمز بستن چشم خود را برای خواب نمیبست. مجتهدن به صلات، نماز میخواند و دعا میکرد و استخاره میکرد، هم توسل به اسباب، هم توکل به الله و دعا و تضرع. و سوال ذوی الرأی، از اهل رأی سوال میکرد و از عامه مردم میپرسید. فلم یجد الناس یعدلون بعثمان احدا، دید که مردم با عثمان کسی را برابر نمیکنند، بیشتر به عثمان راضی‌اند. بعدا عبدالرحمن بن عوف خطاب به عثمان گفت با تو بیعت میکنم بر سنت الله و سنت پیامبر و 2 خلیفه بعدش. فبایعه عبدالرحمن و بایعه الناس، با او بیعت کردن. مهاجرین، انصار عموما آمدن، کسی مخالفت نکرد، قبول کردن، حتی علی بن ابی طالب. مهاجرین و انصار، امرای جنود، مسلمون، اختلافی اصلا پیش نیامد، مشکل به سادگی حل شد. اهم اعمال عثمان بن عفان و اساس مشورت و شورا نتیجهش به همین زیبایی بود. مهمترین کارهایی را که عثمان بن عفان انجام داده در طول تقریبا 12 سال خوردی از خلافتش. عثمان بن عفان رضی الله عنه اعمال جلیله‌ای داشت. یک مشکل بزرگی شده که در دوران عثمان رضی الله عنه بعضی از شورش‌هایی که به وجود آمد، این خیلی آمده بروز کرده و خیلی غافل شدن از خدمات بزرگی که در زمان عثمان بن عفان صورت گرفته. که اینجا اشاره می‌کنیم در خدمت مسلمین و دولت اسلامی جدید خیلی خدماتی شد، منها ما کان قبل خلافتی، بعضی خدمات را قبل از خلافتش انجام داد در زمانی که وزیر 2 خلیفه اول بود به نوعی و مشورت دهنده ایشان بود، و منها ما کان اثناء خلافتی، بعضی هم در دوران خلافتش. عثمان بن عفان رضی الله عنه صاحب ثروت بزرگی بود، نه در دوران خلافتش بلکه در دوران رسول الله صلی الله علیه و سلم. عثمان بن عفان پولدار بود، به این طریق که تجارت داشت، معامله داشت، از قبل از اسلام حتی پولدار بود و تمام ثروت خود گذاشت برای خدمت مسلمین در زمان پیامبر و در زمان 2 خلیفه ابوبکر و عمر رضی الله عنهما. و هو الذي اشترى بمال بئر رومه، در زمان پیامبر چاه رومه را خرید و او را برای مسلمین فی سبیل الله برای مسلمین قرار داد و زمین دیگر را خرید به خاطر زیادت مسجد نبوی که مسجد زیاد شده. میاره که مسجد زیاد است، یک بخش از مسجد از پول عثمان بن عفان رضی الله عنه بوده. و هو الذي استجاب لنداء النبی صلی الله علیه و آله، او کسی بود که صدای پیامبر را لبیک گفت که تجهیز جیش الاسره را کرد در غزوه تبوک که مسلمان ها در وضعیت بسیار شدید قرار داشتند، او هم تجهیز کرد و مقدار زیادی از اموال خود در این راه داد. و هو الذي جمع القرآن الجمع الثاني، در مرحله دوم جمع قرآن کریم عثمان بن عفان بود که جمع کرد، یک دوره ابوبکر صدیق، یک دوره در زمان ایشان. حرصا علی جمع کلمه المسلمین، حدیث بود که کلمه مسلمین جمع شود و اتفاق اتحاد برسند که تا به امروز هم نسخه عثمانی مشهور است، نسخه های عثمانی تا به امروز مشهور است که تمام مسلمین در او اجماع دارند، اتفاق دارند و از خدمات جلیله ایشان بوده و غیر ذلك من الاعمال الجلیله. و در زمان امیرالمومنین عثمان بن عفان رضی الله عنه اتسعت الدوله الاسلامیه، دولت اسلامی وسیع‌تر شد. افریقیا در زمان ایشان فتح شد و اسلام به افریقا در زمان ایشان رسید، به ارمنیه رسید، به قبرس رسید، به خراسان رسید. خراسان یعنی مثلا هرات افغانستان که جزء خراسان است، در زمان عثمان بن عفان به اسلام و ایمان مشرف شده. و سجستان، سیستان
تلفای نیمروز و سیستان بلوچستان و منطقه ها و غیرها من البلدان. بسیاری از منطقه ها در زمان عثمان بن عفان رضی الله عنه به ایمان مشرف شدند. پس خیلی خدمات جلیله و بزرگی انجام داده. در 6 سال اول که اصلا مشکلی نبود، اما در اواخر عهد خلافتشان متاسفانه به وسیله بعضی از افراد شورشی و افراد اهل غرض مشکلاتی به وجود آمد که توضیح میدیم. اسباب الفتن فی عهد عثمان رضی الله عنه التي ادت الى مقتله. اسباب فتنه چی بود که بالاخره سبب شهادت ایشان هم شد؟ تعتبر فتنه مقتل الخلیفه عثمان بن عفان رضی الله عنه من اخطر الاحداث. فتنه شهادت عثمان بن عفان رضی الله عنه از خطرناکترین حوادثی است که دولت اسلامی در دوران خلافت راشده بر آن گذشت و حتی میتونیم بگیم بعد از فتنه شهادت ایشان دیگه امت اسلامی دیگه به او کیفیت سابق خود برنگشت. بزرگترین فتنه بود که در تاریخ اسلام اتفاق افتاد بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقد ترکت من بعد از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم منظور وقد ترکت من الاختلاف والانقسام. و همین فتنه سبب شد که گروه ها و اختلافات دیگه به وجود بیاید و انقسام در صفوف امت. ما کان یؤدی بها، به اندازه‌ای که نزدیک بود امت را هلاک کند. لولا حفظ الله لها، مگر اینکه اگر حفظ الله نبود که الله او را حفظ کرد باز این مشکل حل شد، به اتفاق اجماعی رسیدن، اما به هر حال تاثیر خود گذاشته بود. اتفاق باز در زمان حسن بن علی رضی الله عنه شد و یعنی از زمان عثمان بن عفان رضی الله عنه که فتنه شروع شد ادامه کرد تا زمان حسن بن علی. دوران خلافت علی بن ابی طالب کلا به فتنه ها گذشت. وقد عقبتها فتن داخلیه اخرى، فتنه های داخلی دیگر وجود آمد. تتصل بها و تتفرع عنها، بعضی متصل به او بود، بعضی از او شاخه کشی میشد، مثل جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. عموم اینها سرچشمه و از همون فتنه بزرگ میشد. و در زمان عثمان رضی الله عنه، حالا میخواد علت بگه که مشکل چی شد در زمان عثمان رضی الله عنه و چه کسایی شورشی شدن. فتوحات اسلامی وسعت پیدا کرد به جاهای مختلف و دخل الکثیر فی دین الاسلام، خیلی ها به دین اسلام داخل شدن. اما از بین این افراد بعضی کسای داخل در اسلام شدن که هنوز اسلام در قلوبشان جای نگرفته بود. بعضی منافق بودن، به ظاهر ادعای ایمان میکردن و از جمله کسایی که به اصطلاح تظاهر به ایمان میکردن طاغیه مشهور عبدالله ابن سبع یهودی حمیری. عبدالله ابن سبع در اصل یهودی بود، از دروغ آمد ادعای ایمان کرد و اسلام کرد و بعدا شروع کرد به اعلان به اصطلاح چی؟ دلسوزی دیگه برای اسلام و نامه‌های پنهانی مینوشت به زبان عثمان بن عفان و میفرستاد به شهرها و سبب شد که در خیلی از منطقه ها خصوصا در صحرا، در بین صحرانشین ها، مردمی که بی سواد بودند، مردمی که جاهل بودند، علمی نداشتند، اکثریت مشکل از دست این مردم میشه. مردم بی سواد و نافهمی بودن، نامه‌های به اینا میفرستاد که بعد عثمان چنین کرده، عثمان فلان کرده، این چنین خیانت شده، کشور اسلام رو نابود کردن. مردم ساده و نادانی هم سبب شد که فریب اینها رو بخورن و حرکت کنن و عده‌ای فتنه‌گر دیگر هم مثل خودش جمع شدن تا اینکه از 3 منطقه، از بصره، کوفه و از مصر لشکرهای را آماده کرد، فرستاد به که آمدن به مدینه بر علیه خلیفه. او هم در زمانی که به حساب زمان حج است و بسیاری از صحابه به حج رفتن و مدینه خالی است. در همچین وضعیتی این افراد فرستاد و آورد در اونجا و شورش شروع کرد. الذي جعل ينفخ في بوق الفتنه، بوق فتنه را امی آدم پوف میکرد یا میدمید و یعلب الناس و تحریک میکرد مردم را بر علیه عثمان بن عفان فی مختلف الاقطار و یزور الکتب، نامه های تزویرانه مزورانه درست میکرد دروغی به زبان عثمان بن عفان. و این خبیث در وراء وفود مصری و عراقی بود. هیئت های مصر و عراق کوفه و بصره، لشکرهایی که از اون طرف آمدن، افرادی که آمدن، همه فتنه از دست آدم بود. الذي قدمت المدینه، هیئت‌های که آمدن به مدینه و عثمان بن عفان را محاصره کردند و بالاخره او شهید کردند. و استغل كذلك بعض الحركات الغوغائيه المتكبنه من الاعراب البادیه، همچنین سوء استفاده کرد از بعضی حرکت‌های غوغایی شورشی که تشکیل شده بود از صحرانشینان بادیه ها و جفات ها، مردم بی سواد و نادان، و از مسلمت الفتوحات، بعضی تازه مسلمان هایی که اسلام درست نفهمیده بودند و درک نمیفهمیدن هنوز. کما هی العاده فی هذه الحرکات، این حرکات ها عموما از افرادی میشه که علم درستی ندارن، جوان های
احساساتی یا افراد بی علمی یا کم علمی به اصطلاح که تشکل ارضیه تستقل من قبل المفسدین، یک میدان تشکیل داده بود که از این میدان سوء استفاده میشد از جانب مفسدین. و این هم جالب است که عده‌ای از جمله عده‌ای یعنی کلا اهل تشیع، بین اهل تشیع افرادی آمدن گفتن اصلا شخصیتی به نام عبدالله بن سبع یهودی وجود نداشت، چون عموما مذهب شیعه منسوب میشه، خیلی از افکار و اعتقادات شیعه منسوب میشه به یه آدم که اصلا یه آدم ساخته. و جالبیه که نه تنها که فقط اهل سنت یه حرف بزنن، بلکه بین علمای شیعه خودشان یه حرفا رو گفتن که بسیاری از اعتقاداتی که امروز شیعه به آن معتقد است، میبینید سرچشمه او ابتدا اولین کسی که او رو ساخت عبدالله بن سبع یهودی بوده، مثل در زمان مثل کی نوبختی از علمای شیعه، مؤرخین شیعه در کتاب فرق الشیعه، در اونجا صراحتا عبدالله بن سبع یهودی را آورده و خیلی از اعتقاداتی را که امروز جز اساسات مذهب شیعه است او بیان میکنه که اینها ساختن، امی عبدالله بن سبع یهودی ساخته. و لحاظا عده‌ای مجبور شدن از شیعه بیان بگن اصلا شخصیتی به نام عبدالله بن سبع یهودی وجود نداشته. و علمای اهل سنت باز در جواب اون کتاب نوشتن و خیلی مفصل بحث کردن و ادله را ارائه کردن که این نفل بوده، این تخیل نیست. که در این راستا کتابای دکتر سلیمان عوده کتاب نوشته عبدالله بن سبع و اثرش در به وجود آمدن فتنه ها، و همچنین دکتر سعدی الهاشمی کتاب داره ابن سبع حقیقت لا خیال، خیال نیست، تخیل نیست، حقیقت است. و رساله ماستری نوشته شده فتنه مقتل عثمان از محمد الغبان. خب به هر صورت بعضی مستشرقین هم حتی همچین حرفی آمدن گفتن همچین فتنه خواستن بپا کنن، اما نه، مسئله ثابت است، کاملا وجود داشته ایفن. خب مواجهه عثمان بن عفان رضی الله عنه با فتنه. حالا عثمان بن عفان این برمیگردیم ببینید، ما پیشتر هم بارها گفتم که اصل سیاست باید بر اساس کتاب الهی باشه، در جایی که دین اسلام قانونی داره برای او، قانون نباید تغییر بخوره، حلال حرام باید مراعات بشه، فریب بازی در اون نباشه، دروغ نباشه، حق مظلوم از ظالم گرفته بشه، عدالت باشد، تمام اینا سر جای خود و حلال و حرام ها جای خود. اما در اموری که شریعت نص صریحی بیان نکرده، اینجا دست حاکم باز است که بر اساس اجتهاد، بر اساس مصلحت و در روشنایی نصوص دینی چی میکنه؟ تصمیم میگیره که چه کاری را انجام بدهد. حالا اینجا فتنه ایجاد شده، اینا آمدن، خلیفه چگونه برخورد کنه در مقابل اینها؟ بر اساس برداشت خود میاد اجتهاد میکنه، برخورد میکنه. عثمان بن عفان رضی الله عنه کاری که در مقابل اینها کرده از گذشت کار گرفته، از تندی کار نگرفته و دلیل اویی بوده که دوست ندارم که در شهر پیامبر خونریزی برا بیفتد و او فکر نمیکرده که یک کار به همچین جایی بکشه و اینها اینقدر دیگه چی کنن، سرکشی بکنن. از خلال نصوص تاریخی در مصادر متعدد واضح می شود که عثمان بن عفان با فتنه به چند قسم مواجهه کرد، به چند اسلوب و به چند روش روبرو شد و مواجهه کرد. یکی اول جمع اهل شورا، اولین کاری که کرده صحابه جمع کرده، مشاورین خود جمع کرده، فی ما یتخذوا من اسالیب، و میرسونم اصل شورا در اسلام را که در مقابل اینها چه کنیم، چه کار کنیم. این نبوده استبدادی و احساساتی یک تصمیم عجولانه‌ای بگیره. لمواجهه شغب الثائرین فی بعض الامثال، که در مقابل این شورشیان چگونه مثلا تصمیم بگیرد، شغب یعنی شورش و قوقای اینها را چگونه برخورد کند. ثم عمله رضی الله عنه بما اشار به علیه، بعدا آنچه که مشورت دادن انجام داده. خب چی کارایی کرده؟ دوم بعث رجالا، فرستاد مردانی را از طرف خود به سوی شهرها. گفت برین تحقیق کنین، ببینین اعتراضاتی که اینا دارن، قضایایی که اینها سبب شده قدر سر و صدا کنن، واقعا در شهرها اینا اتفاق افتاده؟ مثلا اینا میگفتن در شهرهای ما والیای ما به ما ظلم کردن، چنین کردن، چنان کردن، از جمله حرفایشان بود. لحاظا گفت خوب تحقیق کنین. افراد فرستاد در قضایایی که مسار شکوا بود، یعنی سبب شکایت اینها شده بود، اینا فرستاد گفت ببینین چی شده. رفتن و برگشتن گفتن اسباب حقیقی نبوده، دروغ میگن اینا فقط فریب بازی است، چیز واقعی نیست و اینما هی اثارات و دسیسه است و فقط چیزایی که میخوان قوقا بپا کنن، سر و صدا بپا کنن، لا حقیقت لها فی الواقع، در واقع حقیقتی ندارن. سومین کاری که کرد طلب قدوم ولات علی فی المدینه، بازم عثمان بن عفان والی های اون شهرها خواست گفت بیاین در مدینه اینجا با شما صحبت بکنم در حضور اینها. بعدن با اونا مناقشه کرده، در بحث کرده در اسباب این شکایت ها
و وجههم الی اللسان الی الناس، اون رو توجیه کرد که با مردم نیکی بکنید، متوجه باشید، با مردم رفتار نیک داشته باشید. یعنی ببینید این بهترین رفتار بوده، بهترین برخورد داشته در باب سیاست. این نبوده که به مجردی که در یک شهری در مقابل یک مشکلی مردم آمدن به شکایت، مردم را سرکوب کنن، بزنن شما شورشی هستین، شما چنین، به همون حالتی که اینا واقعا افراد بدی هم بودن. بازم خیلی از نیکی کار گرفته. و تلافا ای سبب یدعو الی الاثاره، هر سببی که سبب دعوت به شکایت و سبب شورش و اینها میشد، همه را تلافی کرد. هر چی اونا گفتن گفت خوبه، مثلا این والی نباشه، خب چشم این نباشه، این کار چرید، این کار چرید، تمام برین دیگه. چهارم، منع الولات من التنکیل بمصیری شقب، بعدا هم گفت که این کسایی که شورش رو به پا کردن اینا رو جزا ندین، اینا رو بعدا باز تنبیه نکنید، راه کنید برن دنبال کار خود. من چیزی که به ذهنم میاد طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و که با منافقین پیامبر چی میکرد. منافقین خیلی خیانت ها کردن، اما پیامبر صلی الله علیه و در مقابلشان خیلی از گذشت کار میگرفتن، صبر و تحملشان در این راستا خیلی زیاد بود و میگفتن که مردم دیگه خیال نکنن که پیامبر اصحاب خود میکشه، چی میدونن که اینا اصحاب نیستن، اینا منافقن، و لحاظا در درون یک فتنه ای نیاید. عثمان بن عفان هم من فکر میکنم غالبا به همین شکل کار میکرد که از این فتنه جلوگیری بشه، لحاظا از والی های خودم خواست که شورشیار تنبیه نکند بعداً و اونا نکشد، از حبسشان از قتلشان منع کرد. اصلا ان یکون فی المعامله بالحسنى ما یهدی من ثورتهم، امید که این رفتار نیک و این روش نیک سبب شده که این شورششان چی بشه، آرام بشه. پنجم، اقامت الحجت علی السائلین، بالای این شورشیا اقامه حجت کرد، اتمام حجت کرد که شکایتی که شما داشتین من شکایت شما جواب دادم، شما به مراد خود رسیدید، و با اونا مناقشه کرد، رد کرد بر ادعاهایشان، جواب داد برایشان و کشف ضعیفشان را کرد. ضعیف یعنی حرفای بی اساسشان را آشکار کرد، گفت این حرف بی دلیله، این درست نیست، چنین است. در مسجد پیامبر صلی الله علیه و در مسجد آمد با اونا صحبت کرد و به جلوی تمام جمع صحابه و اهل مدینه، یعنی حاکم مسلمان پس لازم از این بعد درس بگیره که جایی که برای مردم سوال پیش میایه، حاکم خودش بین مردم با مردم صحبت کنه و رفع شبهات بکنه، نه ای که مردم اصلا حاکم رو نبینن و اصلا جوابگویی نشه، اصلا 4 سالم بگذره معلوم نیست که اصلا بحث به سر چی بوده، اصلا به چی علت این کار شده، به چی علت اون کار نشده. نه، این روش درست نیست. باید حاکم وقتی مشکلی آمد بیای صد مشکل حل کنه دیگه، این جزء سیاست اسلامی است. باید بین حاکم و بین رعیت او باید فاصله نباشد، بعد با مردم خود صحبت کنه و مشکل حل بسازه. وگرنه خب مردم چرا او را امیر خود حساب کنن؟ کسی که با مردم ارتباطی نداره و حل جوابگوی سوالات مردم نیست، با مردم اصلا حرف نمیزنه، مردم برای او اهمیتی ندارن، اصلا خب چی توقع داره که مردم باز از او اطاعت کنن؟ طبعا مردم هم حالا از ظاهر اطاعت کنن، قلبا او را نمیخوان، از او بیزارن. و در جلو جمع صحابه و اهل مدینه این توضیحات رو داده. ثم ذکرهم بالله و لزوم الجماعه و اتباع الحق، بعدا اون را نصیحت کرده، گفت که جماعت مسلمین را لازم بگیرید، تفرقه درست نکنید، متبع حق باشید. و قد اظهروا التراجع و التوبه، اینها اظهار رجوع به توبه کردن، گفتن ما برگشت کردیم، توبه کردیم، واقعا اشتباه کرده بودیم. ثم کروا راجعین، بعدا حرکت کردن، برگشت به سوی شهر و دیار خود، البته رفتن. بعد از اینکه رفتن با دوباره پس آمدن و این دفعه دارالخلیفه، خانه خلیفه محاصره کردن. خب اصل علتی بود که در بین اینها افرادی بودند که اینها یک سری شورش حرکت میدادن به خاطر اهداف شخصی خود و محاصره کردن مثلا خانه خلیفه را. بعد از رفتن بسیاری از صحابه و تابعین به حج، صحابه و تابعین مطمئن شدن، خیلی رفتن به حج، بعد این فتنه‌گرها دوباره بس برگشتن. فهذه الاسالیب کافیه فی المعالجه، این روش ها کافی بود در معالجه و اقامه حق و عدل اگر امور به وضع طبیعی خود پیش میرفت، اما متاسفانه نرفت. اما واقعی بود که در پشت این شکایت ها و این اتهام ها و این شورش ها یک امور پنهانی بود، کینه های جاهلیتی بود، افراد کینه توزی بودند که اینها مسلمان نبودن، منافقینی بودن، مثل عبدالله ابن ابی منافق که در زمان پیامبر فتنه انگیزی میکرد. اینا سعی میکردن به خاطر حرکت دادن فتنه در بین مسلمین و تفریق وحدت مسلمین که وحدتشون به هم بخوره. و به کل حال، به هر حال موقف عثمان رضی الله عنه در مقابل این جریانات التي علمت به که به فرود آمد و واقع شد و به مسلمین المثل الاعلی، یک نمونه عالی است که
حاکم چقدر میتونه قربانی بده، جان خود فدا بکنه در راه حفظ کیان جماعت، که جماعت مسلمین از بین نره. تا چقدر میتونه قربانی بده که اجتماع کلمه مسلمین از بین نره و صون کرامت الامه و کرامت امت حفظ بشه و به رعیت مراعات بشه، به رعیت نیکی بشه و حفظ خون مسلمان ها بشه. تا چقدر این قربانی داده و جان فدایی کرده. یعنی واقعا جریان عثمان رضی الله عنه دیگه یکی از بهترین درس هاست برای سیاستمدارها که در بعضی مواقف که شبیه او هست میتونن از او کار بگیرن و از نه به این معنا که حتما حاکم بیای خود رو کشتن بده، کشته بشه، اما حداقل در مقابل رعیت خود یک مقداری نرمی نشان بده و یک اندازه جوابگوی سوالاتشان باشه. اصل بحث این است که حاکم در خدمت رعیت خودش است. وقتی در خدمت است پس برای خدمت اونها باید کار کنه، نه اینکه مصلحت جان خود بسنجه و خون مسلمان ها ارزش نداشته باشه، بزنین بکشین تا ما زنده باشه. این چنین نباشه، بلکه انه الی جانب ذلک، به علاوه اینها یک نکته موقف جالب دیگه هست. درسته عثمان بن عفان در مقابل اونها خیلی از نرمی کار گرفت، اما یک موقف بسیار محکم و شدید و قوی داشت، اشد و صلابتا، خیلی شدیدتر از موقف اول، و او این بود که اینها آمدن گفتن تو بیا چی کن، استعفا بده از خلافت خود، برو یک کنار بشین که ما خلیفه دیگر تعیین کنیم. این اصلا قبول نکرد. باز این متوجه بود که این سبب میشه دیگه تو فردا هر کس میای خلیفه چی میکنه، کلا همو هیبت امت، هیبت خلافت از بین میره. فردا هر کس دوست نداشت میای خلیفه مجبور میکنه بیا استعفا بده یا خلیفه دیگه، و این آینده بسیار بدی داره. و لحاظا این تا با آخر هم قبول نکرد. هر چی گفتن بسیار به شدت به قوت در مقابلشان ایستاد و خود خلع نکرد و استعفا نداد. فکان بذلک یمثل الثبات، به این طریق بیانگر نمونه‌ای بود از ثبات، استمرار نظام، که نظام ادامه دارد، ثابت باید باشد خلیفه. چون اگر اجابت میکرد لاصبح منصب الامامه العظمى الحوبه فی ایدی المفتونین، بازیچه میشد خلافت به دست فتنه‌گرهایی که سعی در فساد داشتن در زمین، ولا صادت الفوضى و به همریزی و گدودی و اینها شایع میشد و نظام کلا مختل میشد، ولکان تسلیطا للرعاة والغوغاء على الولاة والحکام. این سبب میشد که چوپان ها و شورشی ها و مردم نادان اینها بیان بالای ولات و حکام چی بشن، مسلط بشن. و بعد هذا کلی، بعد از تمام بحثا، وقع ما اخبر به النبی صلی الله علیه و سلم، واقع شد آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داده بودند، اینکه عثمان بن عفان شهید می شود و به ظلم کشته شد، ما تبع ذلك من الفتن، و دیگه فتنه هایی که شد. چنانچه در صحیح البخاری حدیثی داریم از روایت ابو موسی اشعری که پیامبر صلی الله علیه و سلم به باغی داخل شدند و مرا دستور دادند که دروازه باغ را حفظ کنم، یعنی ببینه کسی نیاید، تا اینکه یکی آمد اجازه گرفت. خب چند مرحله، چند نفر، ابوبکر صدیق آمد، عمر بن خطاب آمد، تا اینکه یکی آمد یکی دیگر اجازه گرفت. پیامبر یک مقدار سکوت کردن، چیزی نگفتن، بعدن گفتن اجازه بده و به او مژده بهشت بده، الا بلوا تصیبه، در مقابل مصیبتی که به او میرسد. میگه نگاه کردم ناگهان دیدم عثمان بن عفان است. یعنی پیامبر جلوتر الله به ایشان خبر داده بود از باب اخبار بالغیب، نه علم بالغیب. پیامبر خبر داد که بله عثمان بن عفان اهل بهشت است، بهشتی است، در مقابل مصیبتی که به او میرسد، و مصیبت هم که مشخص است. دوران خلافت عثمان بن عفان شد. و حالا درسی که باز میگیریم اینه که برخوردهایی که در جریانهای سیاسی صورت میگیرد چگونه باید باشد. اساس او بر اساس اصل شورا هست، و بعد از شورا موضوعی که خلاف شریعت نباشد، آنچه را که حاکم مصلحت میبینه انجام میده، که البته اگر حاکم به حق برسه و کار درست انجام بده 2 مزد میگیره، و اگر به خطا بره 1 مزد، طبق روایتی که در بخاری و مسلم است. الخلیفه، چون این مسائل اجتهادی است، اینا دیگه باز قطعی نیست، باز بعدا ان شاء الله بحث توضیح میدیم. یکی از انواع به حساب حکومت یکی دموکراسیه که به اصطلاح عربی دموکراتیه میگن، یکی به اصطلاح تئوکراتیه حکومت میگن که چی باشه، یعنی حکومت الهی ادعا میشه که ما به جای الله اینجا حکومت میکنیم، مثل حکومتی که کلیسا در غرب داشته. البته در اسلام ما حکومت تئوکراتی نداریم که کسی بگه حکومت الله هست، این اشتباه هست. طبق قانون و نظام الله، اما کسایی که این کارو میکنن بشرن، اینا انسانن و
و بر اساس اجتهادات خود و مشوره خود و کار شورایی و جمعی کار میکنن. پس در اسلام نظامی نیست که ما بگیم که این نظام الله متعال است که هر حکمی که در این کشور میشه، در این نظام میشه، هم خود الله داده. نه خیر، طبق قانون او هست، در روشنایی قانون او هست، اما بر اساس مشورت هست، بر اساس گفتگو هست، بر اساس قاعده اصل شورا هست و در بعضی از مسائل اجتهادی است. الله صراحتا او رو نگفته حاکم اجتهاد میکنه، شاید به خطا بره، شاید هم ثواب بره، شاید قول او درست باشه، شاید هم اشتباه باشه و به همین علت باید مشورت کنه و استبداد به رأی نداشته باشد. در حالی که در نظام کلیسا، نظام سیوقراطی که اونا داشتن، او دیگه صراحتا میگفت نه این حکم الله مخالفت که کشته میشی. در اسلام باز این چنین چیزی نیست. اینو باز بعداً در انواع حکومت ها ان شاء الله اینو توضیح خواهیم داد. خب بعداً میریم به خلیفه چهارم علی بن ابی طالب رضی الله عنه که چگونه به خلافت رسیده. خلافت علی بن ابی طالب در یک شرایطی شده که بسیار شرایط حساس بوده و اوج فتنه و بهم‌ریزی بوده در بین امت اسلامی، اما بازم بر اساس شورا شده. یک روز بعد از شهادت عثمان رضی الله عنه، در همین وضعیتی که شورشی ها در مدینه هستند، مسجد و شهر گرفتن، حالا شورشی ها میدونن که کسی اونا رو نمیپذیره که اونا از خود بیان خلیفه تعیین کنن. اونا میدونستن و حتی مراجعه کردن به علی بن ابی طالب، مراجعه کردن به طلحه بن عبیدالله و زبیر، به هر کدام رفتن، هیچ کدام جوابگویی نکردن، گفتن برید ما به حرف شما که خلیفه تعیین نمیشیم دیگه. و اونها دیدن که کار خیلی خراب، در حال خراب شدن است. و در این حالات صحابه متوجه شدن، بزرگان صحابه، که راه حلی برای این موضوع باید بسنجیم. نمیشه دولت بدون رهبری باشد، لذا در بین خود هر چی فکر کردن، مصلحت بر این دیدن که علی بن ابی طالب خلیفه مسلمین شود. لذا آمدن و علی بن ابی طالب نمیپذیرفت، قبول نمیکرد، چون شرایط سختی بود، اوضاع نابسامانی بود و خیلی مشکل بود کسی که بعداً بیاد خلیفه شود بتونه اوضاع رو جمع بکند. و به این خاطر علی بن ابی طالب هم قبول نمیکرد، تا اینکه به اجبار صحابه، در واقع به اجبار یعنی به تاکید، به اصرارشان، اجبار دیگه نبوده که به زور چی بشه، به زور که نمیشه خلیفه شه، یعنی با اصرار، با تاکید صحابه، بالاخره علی بن ابی طالب پذیرفته و قبول کرده به مشورت مهاجرین و انصار، بازم بر اساس شورا و بر اساس تعیین جمعی بزرگان امت اسلامی خلافت ایشان ثابت شد. زمانی که بازم بر اساس شورا شد. پس هر چهار خلیفه بر اساس شورا هست، اما نحوه شورا گفتیم که متفاوت بوده، اما شورا بوده. امروز هم میشه نحوه شورا متفاوت باشه، اما به هر حال شورا باشه. مثلا فرض کنیم به هر شهری شوراهایی داشته باشن، صحبت کنن، افرادی باشه صحبت کنن و تا آخر به نتیجه برسیدن. حالا بحث جدایی است، ان شاء الله باز بعداً روی صحبت خواهیم کرد. زمانی که عثمان بن عفان رضی الله عنه به شهادت رسید، ادرک المسلمین خطورة الوضع، مسلمانان متوجه شدن که چقدر اوضاع خطرناک شده و چقدر مردم نیاز دارند به خلیفه‌ای که یلم شملهم، جمع کند اتفاق امت را و تدبیر امورشان را بکند. پس تمام نظرها به طرف علی بن ابی طالب رضی الله عنه شد در این شرایط. الذي لم يطلب لنفسه البيعه، که خود علی بن ابی طالب طلب نکرد که مرا خلیفه کنید و حریص هم نبود بر خلافت، اما مردم از مهاجرین و انصار همه رویشان به طرف ایشان بود، جمع شدند به سوی علی بن ابی طالب، قسم دادند و یناشدون او، تاکید کردند بر او در حفظ بقیه امت و صیانت دار هجرت. گفتن دیگه چاره نیست، تو باید این کار بپذیری. و مما یؤکد، بعضی شاید فکر کنن که والله ای که اینجا چی شدن پشیمانی از خلافت ابوبکر و عمر و عثمان کردن. نه، اصلا از او پشیمان نبودن، اونا که سر جای خود بود، اونا گذشت. حالا در این شرایط بهتر از علی بن ابی طالب نمیشناختن. بعد از عثمان بن عفان که رفته دیگه، حالا از این بهتر شخصیتی نمیشناسن. و مما یؤکد نظر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه الى مصلحه الامه فی دینها و دنیاها قوله، از جمله اموری که تاکید میکند که علی بن ابی طالب رضی الله عنه نظرش به چی بوده؟ به خیر امت بوده در دنیا و آخرت. آمد گفت ولیت و انا کاره، گفت من تولیه شدم، امیر شما شدم، اما من دوست ندارم. ولولا خشیت علی الدین لم اجبهم، اگر از ترس دین نمی بود من اجابت نمیکردم. اینو فقط به خاطر اسلام، به خاطر دین من اینو قبول کردم. چنانچه در تاریخ طبری این روایت را از ایشان نقل کرد. و همچنین ابن سعد گفته است در طبقات خود، و بوی علی بن ابی طالب رضی الله عنه بالمدینه، بیعت شد علی بن ابی طالب در مدینه، الغد من یوم قتل عثمان، فردای شهادت عثمان بن عفان،
بالخلافه بایعه طلحه و زبیر، همه با او بیعت کردن، طلحه و زبیر هم بیعت کردن. این بحث بیاد داشته باشین که بعداً جنگ جمل که طلحه و زبیر او طرف بودن، او اصلا به اساس خلافت نبود، او یک موضوع دیگر بوده. اگر اینا بیعت کردن اینا مشکلی نداشتن به خلافت، بلکه تمام جنگ هایی که در زمان علی بن ابی طالب شده هیچ کدامش بر اساس خلافت نبوده. به خلافت کسی اعتراض نداشته، همه علی بن ابی طالب قبول داشتن. سعد بن ابی وقاص و جمیع من کان بالمدینه، تمام کسایی که در مدینه بودن از اصحاب پیامبر و غیرشان همه بیعت کردن. این روایت هم ببینید که ابن سعد نقل کرده. ابوالمعالی جوینی گفته ولک اکتراث بقول من قال، و هیچ کس ارزش ندارد قول کسی که میگوید امامت علی بن ابی طالب اجماعی و اتفاقی نبوده. از ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اجماع امت بود، همه باز بعدا تمام امت قبول کردن در تمام شهرها و همه بیعت کردن، اما از علی بن ابی طالب چنین نبوده. جوینی میگه نه، این حرف درست نیست. چرا؟ میگه چون همون کسایی که جنگیدن، میگه اینا روی خلافت او اعتراض نداشتن، حتی معاویه رضی الله عنه. فإن الامامه لم تجحد له، امامت او رو کسی انکار نکرده. و انما حاجت الفتنه لامور اخرى، فتنه به خاطر امور دیگری است. البته خب او کسی هم که میگه اجماعی صورت نگرفته به یک وجه میتونه قول او درست باشه، چون بالاخره معاویه رضی الله عنه بیعت نکرد، تا آخر هم بیعت نکرد. از این جهت که بیعت نکرده بله، اما از این جهت که عدم بیعت او به خاطر قبول نداشتن صلاحیت علی بن ابی طالب برای خلافت نبوده، بلکه به خاطر نکته دیگر بود که توضیح میدیم. علی بن ابی طالب خلافت را به او سپرده شد در زمانی که امتحن فیه الناس امتحانا عظیما، مردم در امتحان فیه الناس، مردم در امتحان بسیار بزرگی قرار داشتند. قلوب متفرقه بود، آتش فتنه روشن بود، شهر پیامبر موج میزد به شورشیایی که خلیفه مسلمین را شهید کرده بودند. علاوه بر این اضافه کن نبودن بسیاری از صحابه، غیابشان از مدینه، بسیاری در مدینه نبودند، به مکه به حج رفته بودند. و رحیل البعض الاخر به سبب ما حصل من الفتنه، خیلی هم به خاطر فتنه هایی که شده بود رفته بودند. این افراد شورشی رو اونجا میدیدن بیرون شدن، اصلا گفتن تحمل اینکه چهره شورشی ها اینجا ببینیم نداریم، بیرون شدن رفتن. و در این شرایط بسیار سخت و دشوار و در وسط این حوادث دردناک، علی بن ابی طالب متولی خلافت مسلمین شد. مهمترین احداثی که اتفاق افتاده، ببینیم از این درس میگیریم. امت وقتی با خود درگیر باشد طبعا به مشکلات گرفتار میشه، رشدی ندارد، پیشرفتی ندارد، ضربه میخوره. حالا ببینید دوران خلافت سه خلیفه اول به چه خوبی بوده، اما یعنی چه پیشرفت هایی بوده، چقدر اسلام رشد کرده، اما در دوران خلافت علی بن ابی طالب رضی الله عنه غالبا مسائل داخلی بوده، مشکلات داخلی بوده. معرکه جمل، پس لازم از جنگ های داخلی تا میتونه پرهیز بشه، از اختلافات درونی پرهیز بشه، از چیزی که سبب اختلاف میشه پرهیز بشه. معرکه جمل، جنگ جمل، ببینید جنگ جمل را متاسفانه تاریخ کسایی که اهل قرض بودن خیلی جا آمدن دروغ‌هایی در او اضافه کردن، روایات دروغین زیادی که بسیاری از شیعه، شما در تاریخ طبری خیلی روایات دروغینی از اهل تشیع می‌بینید، مثل شخصی به نام ابو مخنف شیعی است، در تاریخ طبری خیلی روایت هم داره و می‌بینی خیلی دروغ‌هایی را آورده اینجا نقل کرده و امثال او خیلی افراد دیگر. و به همین علت است که خود طبری هم در ابتدای کتاب خود میگه که بعضی چیزهای من در این کتاب شاید نقل کردم بر اساس سندی که هست، سند را آوردم همچین چیزی فلانی گفته، و در حالی که میگه او هیچ عقلی نمیتونه قبول بکنه، میگه متوجه باشین من فقط نقل کردم، من نه که او تایید یعنی داشته باشم، سند ببین دیگه خودت، یعنی بررسی کن. و به همین خاطر سندهای او باید بررسی بشه، چنین نیست که هر چیزی در تاریخ طبری بود یعنی او حق است و او درست است. و در جنگ جمل متاسفانه خیلی سوء استفاده های صورت گرفته، از جمله آمدن کلا جریان طوری جلوه دادن که طلحه و زبیر و عایشه رضی الله عنهم به علت جنگ و شورش بر علی بن ابی طالب حرکت کردن، در حالی که کاملا دروغ است. یا به خاطر خلافت اصلا روی خلافت بحث نداشتن، بلکه خروجشان به خاطر اصلاح بود. وضعیت مدینه را که دیدن که علی بن ابی طالب در مدتی که در اونجا بودن هنوز نتوانسته که اینا جمع بکنه، چون مشکل است، به یک بار نمیشد، فتنه بزرگی بود. اینها گفتن مردم بسته و این منطقه ها جمع بکنیم، حرکت کنیم، بریم یک کمکی بکنیم به یک نوعی این شورشی ها را از بین ببریم. هدف اونها این بود. علی بن ابی طالب اون زمان که گوشی نبود زنگ زنن متوجه شدن جریان چیه.
علی بن ابی طالب رضی الله عنه از اونجا لشکر خود را آماده که ببینه جریان چیه، لشکر اینجا جمع شدن در بسته یک لشکر به خاطر چیست. وقتی آمدن گفتگو کردن دیدن بابا مشکل روی قاتلین عثمان بن عفان است. او هم اعلان کرد، علی بن ابی طالب گفت که من کاملا به این موافقم و هر کس از قاتلین عثمان در لشکر ما از بیرون بشه، چون داخل لشکرشان افراد خود جا زده بودند. و البته شورشی‌ها در نیمه شب باز حمله کردند و جنگ صورت گرفت که اصلا اونا نه طلحه رضی الله عنه قصد جنگ داشته، نه زبیر، نه عایشه رضی الله عنها، که در این مورد من کلیپ مفصل دیگه دارم با ادله‌ای که در اونجا توضیح داده. البته باز بعداً اینا پشیمان شدن. عایشه رضی الله عنها پشیمان بود از این حرکت خود، میگفت یعنی کاش با خلیفه مسلمین مشورت میکردن و این کارو نمیکردن. به هر حال یعنی قصدشان این نبود، قصدشان اصلاح بود، اما پشیمان شدن که کاش این کارو نمیکردیم و این فتنه‌ای نمیشد و جنگ دیگری صورت نمیگیره. به هر حال در همچین شرایطی و این درس میده که بدون اذن امیر المؤمنین در یک نظام سیاسی، بدون مشورت، بدون امر بزرگ حرکت کردن همچین عواقب بعدی داره. این سبب میشه که خب فتنه بزرگتر بشه، هر کس به سر خود یک کاری بکنه، لحاظ زیر نظر امیر کار بشه. خب به هر حال اما نیت اونها بد نبود، اما خطا کردن و تمام اهل سنت هم قبول دارن که حرکت عایشه و طلحه و زبیر رضی الله عنهم اجمعین نیتشان نیک بود، نیتشان به خاطر اصلاح بود، اما حرکتشان چون بدون مشوره امیر المؤمنین بود خطا بود و اشتباه بود و به این گناهکار نیستن چون خطا است. بعضی ها میگن که خب اونجا کسایی که کشته شدن چی میشه؟ میگیم خب کشته شده به سبب اینها نکشتن، اینا یعنی اصلا در جنگ اشتراک نکردن. عایشه رضی الله عنها بالای شتر سوار بود اما جنگ که نمیکرد او، و طلحه و زبیر جنگ نکردن، صحنه جنگ را زبیر رضی الله عنه ترک کرده و طلحه هم که شهید شدن اونجا و زبیر هم در اینجا شهید کردن، در حالی که ترک کرده جنگ را رفته به صحنه جنگ اصلا نایستاده. و لحاظا پس اینها نکشتن، بلکه اصل فتنه قتل این مسلمان ها به عهده اون منافقین و شورشیایش که عثمان بن عفان کشتن، عبدالله بن سبع یهودی و یارانش، اصل کار اونا کردن. خلاصه در همین شرایط ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها بیرون شد و طلحه و زبیر به بصره رفتن در جمعی از مردم. فصار الیهم علی بن ابی طالب رضی الله عنه فکان وقعة الجمل. خلاصه جریان جنگ جمل شد در جمادی الاخره سال 36 هجری و سزاوار است که بگیم که عایشه رضی الله عنها به خاطر قتال اصلا بیرون نشد و انما خرجت بقصد الاصلاح بین المسلمین، به خاطر اصلاح اصلا بیرون شد و گمان کرد ان فی خروجها مصلحت للمسلمین، فکر میکرد که به مصلحت مسلمین است. بعداً برای او آشکار شد که ترک خروج بهتر بوده، کاش بیرون نمیشد. هدفش نیک بود اما گفت کاش بیرون نمیشدم، طبق مشوره امیر المؤمنین کار میکردیم. فکانت اذا ذکرت خروجها، لحاظا وقتی خروج خود به یاد می آورد تبکی حتی تبل خمارها، گریه میکرد تا چادرش خیس میشد یا تر میشد. و حالا اینجا خروج یعنی چی؟ خروج بر علیه حاکم؟ نه، خروج از مکه به سوی بصره به خاطر اصلاح، همین خروج میکاش نمیکرد. و هکذا عامه السابقین، همچنین عموم سابقین پشیمان بودند در این جنگ هایی که واقع شد و مشکلات هایی که پیش آمد. ولم یکن یوم الجمل لهؤلاء قصد فی الاقتصاد، هیچ کدام قصد جنگ نداشتند، لکن جنگ به غیر اختیارشون واقع شد. فوقعت الفتنه و عایشه رضی الله عنها راکبه لا قاتله، عایشه رضی الله عنها سوار بود اما جنگ نمیکرد و امر به جنگ هم نکرده بود. هکذا ذکر و غیر واحد من اهل معرفت بالاخبار، بسیاری از معرفت به اخبار یعنی علمای تاریخ این بحث به این شکل توضیح دادن که در منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مفصل بحث کرده و توضیح داده. معرکه صفین، جریانی که جنگ علی بن ابی طالب رضی الله عنه با معاویه رضی الله عنه شده، اونجا اینو دقت کنید به خاطر خلافت نبوده جنگ، به خاطر قاتلین عثمان رضی الله عنه بوده. علی بن ابی طالب لشکر حرکت داد، معاویه حرکت نداده. به خاطر خلافت میود که معاویه باید حرکت میداد، به خاطر خلافت دعوا نداشته. علی بن ابی طالب لشکر حرکت داد آمده که تو باید با من بیعت بکنی. او گفت من بیعت میکنم، مشکلی ندارم، اما اول باید قاتلین عثمان گرفته بشه. این پسر کاکای ما بوده، بعد پسر کاکای نزدیک نه، یعنی چی، پس کاکا خیل او بوده به اصطلاح، یعنی کمی دور بودن از هم دیگر، به کاکای بالاتر به اصطلاح. اما معاویه رضی الله عنه و من معه فی الشام فلم یسلم علی، تسلیم علی نشدن به خاطر جریان عثمان رضی الله عنه، ولیس ذلك منازعه له فی الخلافه، نه اینکه مشکلی با خلافت داشتن، انما مطالبه بالاقتصاص من قتل عثمان، چون بسیاری از این قاتلین و شورشی‌ها داخل لشکر علی بن ابی طالب بودند و علی بن ابی طالب هم نمیتوانست کاری بکنه،
گفتیم که فتنه بود و هنوز او قدرت نداشت که اینا رو جدا بکنه. و کان علی رضی الله عنه لا یمنع من ذلک، علی رضی الله عنه ممانعت نمیکرد، میگفت قاتلین درست، اما ولکن انما تستقر الامور، اول همه بیعت بکنن خلافت ثابت بشه، باز امور مستقر شد چه شد. اینا رو باید بشناسیم دیگه، اینا که همین بحث ابن عربی در القواسم من القواسم و اصل خلافت راشده از دکتر عمری مفصل بحث کرده. جا ابو عثمان الخولانی و ناس معه، روایت نقل کرده، روایت جالبی است. ابو مسلم خولانی با عده‌ای آمدن پیش معاویه رضی الله عنه، گفتن انت تنازع علی ام انت مثله، تو با علی مثله، آیا تو با علی منازعه در خلافت داری؟ اصلا تو مثل او هستی؟ تو به درجه علی هستی؟ فقال معاویه لا الله، گفت نه به الله قسم مثل علی نیست. و قبول داشت که علی کجاست ما کجاییم، مقام و منزلت او جای خودش است. اینی لاعلم ان علی افضل منی، میگه من میدونم که علی از من بهتر است، او از سابقون الاولون است، او که از کسایی که در اخیر مسلمان شده. و انه لاحق بالامر منی، او سزاوارتر است که خلیفه باشد. ولکن شما نمیدانید که عثمان قتل مظلوما. من روی این بحث دارم، عثمان به ظلم کشته شده و انا ابن عمه، من پسر کاکای او هستم، یعنی کاکا خیل او هستم و من طلب خون او را دارم. فاتوه، آمدن پیش او، فاتوه، بروید پیش علی و بگویید که قتل عثمان را بدهد که من همین حالا بیعت کنم تسلیم میشم، مشکلی نیست. فاتوا علی، آمدن پیش علی با او حرف زدن، فلم يدفعهم الیه، قاتلین نداد. چرا نداد؟ لتفرقی بین الاشاعر و فی الاقالیم. گفت ببینید این قاتلین که به این سادگی نیست، اینا یک جمع زیاد بودن، چند هزار نفرن که شورش کردن، من چی میدونم الان تعیین قاتل مشخص اینجا کیست؟ و اینها در بین عشیره ها، در بین اقلیم ها اینا متفرق و پراکنده هستن. من به یک بار با همه عشیره ها که نمیشه بجنگال فعلا، به مشکل میخوره، نظم به هم میخوره. یک بار استقرار امور بیاید چشم. اصل بس ای بوده که روایت در تاریخ دمشق ابن عساکر، در سیر اعلام النبلا امام ذهبی این جریان روایت توضیح دادن. و معاویه رضی الله عنه گفت ما قاتلت علی الا فی امر عثمان، من با علی نجنگیدم مگر فقط به خاطر جریان عثمان که مصنف ابن ابی شیبه روایت کرده. تصاعدت الفتنه، پس فتنه چی شد؟ حرکت کرد و حصلت وقت صفین، و جنگ صفین شروع شد. علی بن ابی طالب میگه بیعت کن، او بیعت نمیکنم. و قتل خلق من الطائفتین، از هر دو طایفه باز گروه‌های افرادی کشته شدند. البته اینجا کسایی هم بودن که تشویق میکردن به جنگ. بسیاری از افرادی که در لشکر علی بن ابی طالب بودن و تشویق میکردن همون فتنه جوها بودن. و جالبی که همین افراد هم متاسفانه باز خیلی‌هایشان بعداً در مقابل علی بن ابی طالب ایستادن که همو خوارج شدن. خوارجی که علی بن ابی طالب در نهروان با اونا جنگید و قبلا نه شیعه بودن، شیعه یعنی پیرو علی بن ابی طالب بودن. همین افراد چیکار کردن؟ حتی عبدالله بن سبع یهودی در بین یاران علی بن ابی طالب بوده. یعنی اینا خود جا زدن به فتنه‌گری، نه که علی بن ابی طالب از اینا راضی بوده همچنین که سایر می‌خواسته در اطراف خود، اما یک شرایطی بوده که از قدرت او هم بیرون بوده. و بالاخره کشته شدن بسیاری از هر دو طایفه و اکثر کسایی که کانوا یختارون القتال، که جنگ رو انتخاب کرده بودن، لم یکونوا یطیعون، اینا نه اطاعت میکردن از علی نه از معاویه. خیلی کسایی که اکثرا مشوره به جنگ میدادن همچین افرادی بودن. و کان علی و معاویه رضی الله عنهما اطلب لکف الدماء من اکثر المقتتلین، علی و معاویه در طلب این بودن که خون مسلمان ها حفظ بشه و جنگ صورت نگیره، اما خودی کسایی که می جنگیدن خیلی هاشون در طلب جنگ بودن. لکن غلبوا فی ما وقع، خلاصه علی و معاویه هم در اینجا مغلوب واقع شدن و از اختیارشون بیرون شد و جنگ صورت گرفت. و فتنه اذا صارت عجز الحکمان اطفاء نارها، فتنه وقتی که حرکت کرد باز افراد حکیم هم از خاموش کردنش دیگه عاجز هستن، خیلی سخت میشه. کتاب العواصم من القواسم من العربی منهاج السنه شیخ الاسلام این مبحث بیشتر توضیح داده. و کان من نتیجه ذلك، خلاصه در نتیجه مسئله تحکیم شد. گفتن بیایم یک نفر از طرف شما یک نفر از طرف ما، هرچی حکم کردن. و این کار که شد خوارج از بین لشکر علی بن ابی طالب و این میرسانه که اینا افراد خوبی نبودن، اینا افراد جاهل و نادانی بودن، کم علمی بودن که خود در لشکر علی بن ابی طالب زده بودن و خواهان جنگ بودن، خواهان فتنه بودن. و زمانی که دیدن نه دو گروه میخوان با هم صلح کنن، اینا حتی در مقابل علی بن ابی طالب ایستاد شدن. خیلی هاشون که به نام شیعه بودن، خوارج حرکت کردن بالای علی بن ابی طالب و عسکروا به حرورا، رفتن منطقه حرورا به نام حروریه یاد شدن، لشکر زدن.
ثم توجه بعد ذلك الى نهروان، بعدا باز به نهروان رفتن که علی بن ابی طالب وقتی که اونا یکی از اصحاب پیامبر را کشتن، علی بن ابی طالب حرکت کرد، با اونا جنگید. و قتال هؤلاء لم يخالف فيه احد من صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله. در این جنگ باز هیچ کس اختلاف نداشته، همه اتفاق داشتن که با خوارج جنگیده بشه و ترغیب هم شده بود به جنگشان. در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله در این حدیث سیخرج قوم فی آخر الزمان، به زودی در آخر زمان قومی بیرون میشوند که البته این قوم خیلی هاشون رو تطبیق دادن به خوارج. البته چون لفظ آخر الزمان آمده میتونه که شامل اونها باشه و شامل افراد دیگری در آخر الزمان هم بشه، یعنی امروزه هم میشه و در آینده هم میشه که همچین افرادی پیدا بشوند. افرادی احداث الاسنان، نوجوانها کم سن و سال، سفها الاحلام، با آرمانها و آرزوهای بیخردانه، بسیار نافهم و جاهل. یقولون من خیر قول البریه، بهترین سخنهای مردم را میگویند، سخنهای خیلی خوبی میگن. لا یجاوز ایمانهم حناجرهم، اما ایمانشان از گلویشان بیرون نمیشه. چرا اینا چیکار میکنن؟ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، اینا از دین بیرون میشن، از طاعت امیر خود بیرون میشوند و مثل که تیر از رمیه یعنی شکار، تیر از شکار بیرون میشه، هیچ به جان او گیر نکرده، به بدن خورده بیرون شده پاک صاف، همین شکل تیر بیرون میشه، ایمان از اینا بیرون میشه، دین بیرون میشه. فاین البته منظور از دین چی هست؟ منظور چی؟ اطاعت امیر هست یا دین کامل هست؟ بخواد این بحث بود مفصل در چی هم توضیح دادم در شناخت فرق اسلامی در کانال عقیده در تلگرام، بحث خوارج مفصل توضیح دادیم، در کفر و ایمان خوارج که کافر هستن یا مسلمان اونجا تشریح شده. فاینما لقیتموهم فاقتلوهم، پیامبر گفت هر جا با اینا ملاقات کردید اینا رو بکشید. فان فی قتلهم اجرا لمن قتلهم یوم القیامه، چرا که در کشتن اینها مزد است برای کسی که آنان را بکشد در روز قیامت، برای مزد است، چون اینا خروج از امر امیر دارن، به علیه امیر خروج کردن. البته این که منظور اینا خوارج است، عموما اهل علم و علما همین گفتن، اما این که در آخر زمان به کی تطبیق میخوره باز تطبیق مهم است. چنین نیست که هر گروهی دیگه طرف مقابل خود بگه خوارج است بذارید، یک نیاز به دلیل داره، دقت داره. ولم يكن هذا فحسب، تنهایی موضوع نبود، بل تنقصت الامور على علی رضی الله عنه، این امور دیگه خیلی بسیار تلخ شد بر علی بن ابی طالب و جیشش لشکرش مضطرب شد و خالفه و اهل العراق، اهل عراق هم با او مخالفت کردن، مردم کوفه هم مخالفت کردن و نکلوا عن القیام معه، خیلی هاشون نکول کردن، اعراض کردن از اینکه به همراه او بایستند. و استفحل امر اهل الشام، و مردم شام یعنی طرفداران معاویه رضی الله عنه اونا قوی شدن، اونا خیلی مخلصانه پیرو معاویه رضی الله عنه بودن، اما این طرف خیلی کم به جانب علی بن ابی طالب ایستادن. فسالو و جالو، اهل شام دیگه به راست و چپ به جهاد میرفتن، هم کارهایی داشتن، پیشرفتایی داشتن و هر چه اهل شام قوی میشد اهل عراق این طرف ضعیف میشد، تا اینکه به جایی رسید که علی بن ابی طالب رضی الله عنه از زندگی بد میبرد دیگه و آرزوی مرگ را داشت. این آرزوی مرگ در حدیث منع شده که نفر آرزوی مرگ بکنه الا در جایی که فتنه ببینه، لازم میگه وذالک لکثرة الفتن، فتنه در دین و ایمان و اینا ببینه آرزوی مرگ بکنه باز جایز است. البته هم بگه که تا وقتی زندگی به خیر من است زنده بمانم، وقتی مرگ به خیر من است ببینم. و ظهور مهنت ها شد، فکان یکثر من قول، علی بن ابی طالب این دعا رو خیلی میخوان، ما یحبس اشقاها، چه چیز سبب شده که این بدبخترینشان بند بشه نه مرا نکشه، چون پیامبر به او خبر داده بود که تو کشته میشوی. ای ما ینتظروا ما له لا یقتل، منتظر چیز چرا مرا نمیکشد. و همین شد که از بین یاران خودش علی بن ابی طالب، دقت کنید، عبدالرحمن ابن ملجم مرادی کسی است که علی بن ابی طالب را به شهادت رسانده. و اینجا ببینید خب مقتله عبدالله شمر، این خیلی جالب است، شمر، عبیدالله ابن زیاد، کسایی که در قتل حسین رضی الله عنه دست داشتن و عبدالرحمن ابن ملجم که در قتل خودشان دست داشت، در قتل علی بن ابی طالب، اینها کلا شیعه بودن و در صفین به همراهشان بودن. عبدالرحمن ابن ملجم مرادی در جنگ صفین به رکاب علی بن ابی طالب بوده در مقابل معاویه رضی الله عنه و بعدا همین آدم جزء خوارج شده و بعدا باز علی بن ابی طالب کشته. این نبوده که دیگه کس بکشه، همین کسایی که خود به نام پیروان علی بن ابی طالب معرفی میکردن همینا بودن که بر علیه عثمان بن عفان خروج کردن، لحاظا اینا نبودن، اینا یک فتنه‌گرهایی بودن که در اصل اینا دشمن دین بودن. خوارج هم در واقع شاخی از اون شیعه بود در واقع. خب و کان ذلک حین خرج علی رضی الله عنه لصلاه الفجر، و زمانی که علی بن ابی طالب به نماز صبح بیرون شده بود،
ابن ملجم به جلوشان بیرون شد، با شمشیر زد فاصاب جبهته الى قرنه، به سرشان خورد تا پیشانیشان و تا به دماغ رسید شمشیر. فقال علی رضی الله گفت لا یفوتنکم الرجل، گفت این نفر از دست شما خطا نخوره، را بگیرید. و شد الناس علیه، مردم او را محکم کردن، گرفتن. فامسکوه فادخل علی علی، علی بن ابی طالب زخمی بود، در بستر بود، همین بدبخت آوردن پیششان. فقال عتیب مطعمه، ببینید یعنی باز میرسونه عدالت حاکم را. یک نفر جرم کرده، میخوایم اون رو جزا بدیم، درست جزا بدین، طبق قانون قاضی فیصله میکنه، حکم میکنه، جزا بدین. اما اینکه حالا او رو بزن و شکنجه بدی، این در اسلام نیست. و دقیقاً علی بن ابی طالب کار کرده. و این روش هایی که امروز میبینین که به همراه کشته طرف مقابل هم حتی جنایت میکنن، اینها در اسلام هیچ جایگاهی ندارن. و اینا سیاست اسلامی نیست، اینا سیاست های ظالمانه است که افراد مستبد و جاهل نادانی کار میکنن. لازم گفته غذای خوب به او بدهید و بسترش را نرم کنید، جای نرمی هم برای بده بخوابه راحت. فاین عیش، اگر من زندگی کردم، فانا اولا بدمیه، من سزاوارتر هستم به خونش، یا ببخشم او را یا قصاص کنم که من زده. و این متو، و اگر من مردم فالحقوه بی، او را به من ملحق کنید، او را بکشید، اخاصم این در قصاص کنید، یعنی در نزد رب العالمین با او من مخاصمه میکنم. و مات من تلک الضربه، و از این ضربه فوت شد بعد یک روز یا 2 روز در شب در 21 رمضان دیگه در سال 40. و حسن و حسین و عبدالله ابن جعفر پسر کاکایشان رضی الله عنهم ایشان را غسل دادند. و بعد از مقتل علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیعت شد برای حسن ابن علی در خلافت، ولکن الحسن رضی الله عنه بقی فی اشهر، حسن ابن علی چند ماه بیشتر نبود و تنازل کرد از حق خلافت برای معاویه رضی الله عنه، جمع لکلمه المسلمین، تا کلمه مسلمین با هم جمع بشه و خون مسلمان ها حفظ بشه. فتحقق فی ذلك خبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، خبر پیامبر ثابت شد که پیامبر قبلا گفته بود ابن هذا سید، این پسر من سید و آقاست، ولعل الله ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، امید که الله به وسیله او بین 2 گروه از مسلمین صلح بیاورد. پس معلوم میشه که این 2 گروه اردو مسلمان بودند، 2 گروه مسلمان بودند و به وسیله حسن ابن علی رضی الله عنه بینشان صلح آمد و مشکل حل شد. این کار پسندیده ای بوده. و بعدا هم اینجا میگه که جریان هایی که استفاده میشه از این خبر دادن پیامبر با آنچه که اختلاف واقع میشه در بین صحابه و اجتماع کلمه ایشان چگونه میشه، مشکلات هایی که میایه که اتفاقشان از بین میره. احادیث متعدد در این مورد داریم. دوم این که پیامبر هر 2 گروه را به مسلمان معرفی کردن، پس رد دست بر کسایی که یکی از 2 گروه را به سبب جنگ کافر می‌دارن. اشتباه هر 2 گروه مسلمان بودند، هم گروه علی بن ابی طالب هم معاویه رضی الله عنه، اما خطایی صورت گرفت و بر اساس اون خطا جنگ صورت گرفت. و در حدیث منقبت و فضیلتی است برای حسن بن علی رضی الله عنه که این چنین کار نیکی را انجام دادند و سبب صلح بین مسلمین شد و اختلاف از بین رفت. و البته اینجا در حاشیه باز گفته که حسن ابن علی به خاطر صلح بین مسلمین این کار کرد. بعضی گفتن که نه، او تنازل کرده به شرطی که بعد از معاویه باز او خلیفه شود. این حرف درست نیست، اصلا اشتباه است و غلط است. العواصم من القواسم ابن عربی بحث توضیح داده و همچنین کتاب مواقف المعارضه من خلافه یزید بن معاویه لمحمد شیبانی و هم توضیح داده که چنین چیزی نبوده که حسن ابن علی این شرط را بگذارد. خب به هر صورت و البته شیعه از حسن ابن علی راضی نیستند به این کار، اما این کار سبب اتفاق امت شد و او اختلافات و او برادرکشی و او جنگ‌های داخلی کلا از بین رفت. لذا دوران خلافت معاویه رضی الله عنه می‌بینیم که دوره چی به حساب سرزمین اسلامی باز وسعت پیدا کرد، پیشرفت‌هایی شد، او فتنه‌ها از بین رفت و او مشکلات همه حل شد. به هر صورت این هم دوران خلافت علی بن ابی طالب بود و سیاست و درس‌هایی که می‌گیریم که ان شاء الله در جلسه آینده اساسات به حساب مباحث تاریخی در تاریخ صحابه چی میکنیم، تحقیق خواهیم کرد. اساس البحث، اساسات بحث، ریشه های مباحث و درس هایی که به اصطلاح میگیریم در تاریخ صحابه و بعضی مشکلات هایی که شده، چگونه بحث کنیم در تاریخ صحابه، چگونه تحقیق کنیم و چگونه نتیجه گیری کنیم و چه درس هایی بگیریم. اینا موضوعاتی است که در جلسه آینده ان شاء الله برای شما توضیح خواهم داد. به هر صورت الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را حفظ کند و از جمله صالحین بگرداند و برای ما سیاست اسلامی درستی به فضل و کرم خود عطا بکند. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک.